تقریبا یک هفته مونشه بعد رمضان هم گرفتنتون یگان عذر هست که مثلا جبرانش کنیم یا همین بیمارا دخل میشوند هست بیماریه که تبابت دارد خاصتا همین جوانان مثلا یک کسل میشوه اپراسیون میشوه تبابت دارند که در آینده امید است که سوز میشوه برای اینا را یگان خیلی کفارت واجب نیست فدیه واجب نیست یا همون وقتی که ساعت شدن در عوض هر روزش یک روز قضا میگیرند اما بیماریایی هست که دیگر تبابت ندارند مثال 30 سال به جای رسیده از شیخ فانی شدگی یا که هم بیماری هست که تبابت علاج ندارد دوی مثال فشار بلنده یا قند بلنده یعنی امکانی امیدی در آینده خوب شدن و بهتر شدنش نیست برای اینا فدیه میدی فدیه برای هر روزش فدیه مرکز اسلامی را فدیه را تعیین کرده 360 سومان یعنی برای یک ماه رمضان 360 سومان اما باز میگم این برای کسایی هسته که یا که شیخ فانی شدگی که دیگه ای حد زیاد پیر شدی که چون کنترل کرده نمیتونن یا بیماری هسته که ایرا مریضی مرض الموت میگن این دیگه شفا نداره امیدی صحت شدنش نیست اما او آدمی که امیدی صحت شدنش هست او فدیه نمیته با فدیه خلاص هم نمیشه بالفرض فدیه داد اینا 3-4 سال فدیه شد داد هر وقت صحت شد تو همون سولوی را که خورده است قضاییش هم میداره او فدیه به دردش نمیخوره برای همین فدیه را برای کسایی توصیه میتن که دیگه امکانی صحت شدن ندارن اگر هم مادر تو هم خیلی باشه چند ساله های 58 حالیاش بوده است این دکترها قطعی است که اگر به شرط مثلا در زمستان حتی اگر گرفته بتونه همیارا در زمستان قضا شد پای در پای باشه نه قضا پای در پای نیست اما دوشنبه و پنجشنبه ها هم بندیت قضای رمضان گذشته بگیره میشه پای در پای نیست قضا کفارت پای در پای ایده که قضا پای در پای نیست خدا حفظ ماشاءالله انا اصلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرد حضرت عمر گفت یا رسول الله ایاکل احدنا او یشرب و هو جنوب آیا در حالت جنابت یک نفری ما طعام و شراب خورده میتونه حضرت گفت نعم اذا توضأ بله گفت اگر به شرط طهارت داشته باشه یعنی برای اون که همون خوردنش به کراهیت شوه اقلا باید وضو بگیره طهارت کنه این دیگه دهن اوگردونی خطی نمیشه طهارت تو همون شستن پورا اوخه او دمین بره یا برای غسل کنه چند خیلی دیگه شمون هست حضرت اگر باید دائم شرایط دائم وقتی که این همه چیزا نکردن همین اگه وقت داره که این نماز تو این نماز همه وقت داره اپریدیلونی که این نماز تو این نماز این باید غسل کنه یا که بکنه و بگرده تو بگیره و بعد بگیره غسل کنه همه آدم مسلمان او همین را به خودش جایز میدونه که جنوبای غسل در کلاش فرض شدگی بگرده خود تصور کنیده خیلی همین یکون کسوفتی بدبختی ای شریعت دوری به نمازی خدا زده یا بطریب میکنه همون سیاستی همون مردمی پیش او سواد نداشتن که یک سیاستی داشتن خدا راستی خیال میکنه اون سیاست یکو برای جامعه بهتر و خوبتر بود سواد نداشتن باشا روحش تا در سرت بگه که تمام بدنت حرام های در زیر هر یک محیط جنابت های او دیگه شریک شیطان میشوه و درجه به ترسوندن که تو مردم غسل نمیکردن خونه میرفتن در بریزن و شوشال همین خیلی بد کاری هم خوب نبوده است ای کسوفتو را بین یا را بگوی که خیلی مقصد پیش ای نماز اگر غسل کنی و نماز بکنی میشوه میگه که من در بازار گشته استم جنوبم چلی میشوه سری دیلت میشوه میمونی غسل کنی اوخی ای همین شرایط وضعیتی هست که تو ایرا بیده یعنی مردم بے پرواش یگیان تا کجا میدونی که آیا می از ساعت پس زنده میمونی یا نمیمونی ماشین میزند خودت حرام میبری میره اوخی بدبخت اما چه آدمای سالم تندرست میبینیم یک نفس در مقدس استیان و ما تدری نفسون ماذا تکسب غدا آیه قرآن خداوند میگه هیچ کس نمیدونه که این پگه به او چی واقعه رخ میده و ما تدری نفسون بی ای ارض تموت کسی نمیدونه که در کجا میبره در کدام زمین میبره چخیل میبره او مردم که نمیدونی بیمار داری تازه و پاکیزه باشی او مسلمان حقیقی به طهارت خواه نمیروه
به طهارت ولی جنوب وسو بسته. پیغمبر توصیه داده است که پیش از خواب کردن طهارت کنه. تو این همی 2-3 ساعت هم خواب میره گزیده خوابی بود در هم مدت چند مقدار نماز خونده بتونی هم قدرنامه اعمالت بنویسن. خیلی خوبی سنتی همیه که پای با طهارت خواب کنی. تو دونه خدا نخواد توی درجه را مردم به تشویشش یادی همین سوال رو میتن آدم تعجب بکنه. نخود فرزندی مسلمان تو همین درجه رو بی‌پروا باشه. بین دیگه مسلمان و بین کافر چی فرق میمونه؟ پیغمبر خدا میگه تحت کل شعرت جنابتون، در زیر هر یک موی جنابت هست. اما بعضی حالت و وضعیت های فوق‌العاده هستن که ملائکه های پیش دور میستن. هر یک انسان ملائکه محافظت کننده داره. ملائکه های محافظت کننده. اونم توالت میدروی پیش دور میستن. برای چی میگن در توالت کمتر لق لق کن و پیش در اومدن حاجت خانه بگو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بخاطر همین ای باشه. برای چی میگن که همه مکان شیطان احتیاط کنه؟ مقصد این همیه. ملائکه کمتر ای پیش دورتر ای شیطان میتونه که زیان و ضرر بسیار برسونه. من حالت جنوبه میگم خیلی حالته. ملائکه دورتر میسته و شیطان قچاق میگیره. در آغوش شیطانی تو جای امکان داره شخص باید سعی کنه که تستر توزه کنه خچه. وقتی تو توزه و آزاده تمام اعضای بدنت ذکر میکنن فقط زبانی تو قد ده. البته با جنوب شدن مسلمان حرام نمیشه نجیس نمیشه. پیغمبر خدا گفت سبحان الله یا ابا هریره المؤمن لا ینجس. مؤمن نجیس نمیشه. اما این معنی را نداره که دیگه گلیت کده بگردم. ولی تو وقتی نماز 3 ساعتی دیگه ای گفته با هیچ طوری نمیگیرده. همین از برای خدا اسلام دین پاکی و تازگی هست. اما میگم که اون مردمی پیش سواد کافی نداشتن لیکن تقوا داشتن. با خدا قسم تقوا داشتن که همین جمعه را اصلاح کردن. هیچی را نمیدونی ها بچه ما میکارو نکن که اوبولای اوبولای همین اوبول به درجه مردم ترسون دادن که دیگه سعی میکردن که یکان کاری غیری مشروع را چنگ نزنن. مردم خیلی توزه تر بودن. حاضر دیگه این کسافت ها هیچ کاری نمیکنند. این سوال را بیبور سبحان الله. همین سوال مطرح کردن الله که میفهمی که همین انسان تو کدام درجه را ایمان داره و تو کدام درجه را تقوا داره. همین سعی کردن در کل توزه و آزاده بگردید. من موت علی الوضوء موت شهید. هر کسی پای با طهارت میبره رنگ شهید اوری میبره. میفهمی؟ پود با طهارت اینمی توزه آزاده آخی تدان خدا این خوب نیسته. ای همون نجیس ناپاک حرام گشتنه. میگم که در این تری مسئله احتیاط کردن. چخیل جنوبی او با کدام اکل فراست بخیزی بزرگ خرید کنی بیرد. ما هم خرید حبوز نکردی میمدی. جنوبی برای یکور حمام دا اوبوزی که یکور ساونا برای خیز غسل که اینجا وقت میگه تمام حالات بدون یک شخصی گرد بینه گرمانطور میشه. انا اصلا بهترش کی ندید. ولی اما افغانستان دا مو خدمت کردیم در دوای سویتی. این افغان مردم اگه حال این شرایط امکاناتی که امروز شده است و از برای خدا هر یک خانه در حمام بسیاری مردم ترمیکس دارن با آب گرم هم دارن. مردم به طعمی تنبل شدگی بیچاره همین چیزا رو نداشتن که مردمی پیش. همین میبینی همین افغان در سرش همون چیشه کشیدگی یک چودرک دارن که در گردن روش دویم کشو. همین هر وقت میبینی که در سرش همین تا پول کشیدگی رفته است میفهمی که این مردک جنوب باید غسل کنی رفته است لبی دریا. میرفتن در لبی دریاها غسل میکردن. آنم حالتو دا کوشش میکردن که گوشون پوشونن. اگه مؤمن نجیس نمیشه. حضرت صلی الله علیه و سلم بوره در نوبت نگهبانی شترهای قربانی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه را تعیین کرده بود. سحر اومد خبرگیری که حضرت ابو هریره شب جنوب شده بود. حضرت گفت خطش سلام بتم سلام کردنش که گریخ بعد چند مدت غسل کرد با اومد گفت یا رسول الله کنت جنوب بدم. و سبحان الله یا ابو هریره المؤمن لا ینجس. آقا مؤمن نجیس نمیشه.
یعنی جنوب بودی که حکما نوپاک بودی حقیقتا نوپاک نبودی نه که اون مردم ها ببینه که همین تخروکی داشتن گریخ رفت اول غسل کرد بخیستون خیلی عذر باشه دیگه گفت نه که بی عذر پروسته تک بگردی بازار خرید کی برای غسل نکنی اوقی در جو تو برو بگیرم بی ازتون